بالاخره بلیکس ویدیوی جدید داد. بالاخره ما داخل گوشیامون یه نوتیفیکیشن از چنل بلیکس دیدیم. آره من اومدم، خودم هم باورم نمیشه بالاخره ویدیو جدید داده. مثلا خودم پشمای خودم ریخته. دیگه چرا شماها مثلا عشق بکنید هر ویدیو که من میذارم یه بک‌گراند خفن‌تر از قبلی. حالا ویدیو بعدی خدا میدونه چه قراره اتفاق بیفته. بی ام رو حال میکنید اینجاست. بی ام کمپانی بی ام نمیدونم از کی میخواد رو بره. یه بی ام بفرستی و گدابازی. بچا امروز اومدیم با هم دیگه به چنل قدیمی من ریاکشنشون بدیم. من قبل از اینکه این چنل رو بزنم یه چنل دیگه هم داشتم که یه پروژه شکست خداسیات نگید دنبالش. اومدیم به ویدیوهای قدیمی اون ریاکشنشون بدیم ببینیم آقا اصلا من چی بودم و چی شدم. خب این چنل قدیمی منه. چنل آرتو میبینی خدا وکیلی. چنل آرتو این پروفایلی که من دارم تا چند وقت پیشم همین پروفایل رو همین چنل بود. حالا تازه تغییر شدم. بچه این سه تا ویدیوهای اولیه رو میبینید. اینا کلا تاملیداش چی شده؟ تغییر کرده. یعنی تاملیدا نبوده. یعنی مثلا ما تا این ویدیو رو دادیم، مثال دارم میگم. بعدن اینو دیدم خیلی دیگه واقعا تاملیداش خرابه، عوض کردم. بریم ویدیو اول رو نگاه کنیم با نام یاد خدا. الان من به این چی بگم؟ الان واقعا میخواید ادامه ویدیو رو ببینید؟ ببین چرا اون ویدیو رو گرفتی؟ بچه کوالیتی ویدیو رو من بخوام تغییر بدم بذارم رو 720 هیچ تغییری نمیکنه. واقعا میخوای ادامه ویدیو رو نگاه کنی؟ خودم روم نمیشه. قطع کن دیگه. صدام نمیاد بچه، بذار خودم توضیح بدم. میگم خوش اومدید به اولین ویدیوی من فلان و بیسار اینا. زدی که همه یوتیوبرها میزنن. دروغ نگیم میزنن. یه چیزی دیگه تو دستشوی هواپیماست اینجا. نمیدونم چرا. واقعا نمیدونم چرا تو دستشوی هواپیما آخه آدم ویدیو رکورد میکنه. من چرا باید اون موقع توییتر داشته باشم؟ و چرا بچه‌ها باید توییتر رو دنبال کنن؟ تو توییتر چه مطلب مفیدی میذاری؟ اما تو اینستا من مطلب مهمی نمیذارم. نگاه کاین مستر رو ببینید. توی تاملیدا، توی ویدیو همه جا کاین مستر. یعنی هیچ برنامه ادیت دیگه من بلد نبودم اون موقع بزنم. خب بچه اینجا که خب ما زر میزنیم. هیچی معلوم نیست اصلا. چند بار اینو برو دیگه. کوالیتی ویدیو رو میبینی عشق کن اصلا. پشمام. قشنگ با نوکیا 2311 میگرفتم کیفیت بالاتر بود. صدا رو قطع نمیشه کرد. بچه نگاه کنید 12 دقیقه ویدیوه و من کلن اینجا ببینید تا دقیقه 4 و 20 ثانیه دارم از این ور اون ور میگیرم. یعنی یک کلمه حرف نزدم. حالا اون موقع حرف نمیزدیم الان ول نمی کنیم دیگه. هر کی فهمید واقعا بگید. 8 دقیقه فقط از این ور اون ور گرفتم. شاید سرجم 30 ثانیه از صحبت نکردم. اوه چه خبره؟ نه خبر. کلن هم از این ور اون ور. خب اینیم آخرش 12 دقیقه شاید سرجم 1 دقیقه صحبت نکردم. حالا الان ولم کنید همینطوری میخوام حرف بزنم. خب بذار من رسید خودم شاید اطفارات چیه مثل آدم بگو دیگه. بریم سراغ ویدیوی دوم. ویدیوی دوم قشنگ‌تره خدا وکیلی. اینجا دیگه واقعا ولاگه. قشنگ نگاه قیافه رو. از این ابرو تا این ابرو قشنگ یه اتوبان فاصله است. چرا این موقع اینطوری می‌کردن؟ یه جاهای گردشگری که خیلی خیلی خفنه رو با هم بگردیم. خب از نمیفهمم چی میگه. صدا رو ببر بالا. خب عقب مونده. و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. مثل ویدیوهای قبلی. بگو توییتر. آخه لعنتی تو چرا توییتر میخواستی؟ چی داره الان فیلم میگیری لعنتی؟ پشمام دیدی حاجی؟ وای
من اون موقع بلد نبودم بین کاتا ترانزیشن بذارم، دوربین رو چرخوندم. اینجا معلومه که بیرون هوا خوبه ها. بابا این وای خدا. خیلی گرم. اصلا این بار خریدم به این دقت کنید. این الان چیه؟ اسپری رنگ مو. و چرا گفتم رنگ مو؟ بذار یه چیز قبلترش رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید الان میاد. دریا رو شما فیز ببرید. اینجا این توییتایی که میبینید داره بار میبره، باردار هسته. و من داشتم یواشکی فیلم میگرفتم. آقای راننده به من گفتش که داری چیکار میکنی؟ دادم تو فیلم میگیرم. از این گفتم آره. که بفهمن میزنم بغل. آره خلاصه که کار خیلی ریسکی ما انجام دادیم. دریا رو نگاه بشما. بالاخره بعد از چندین دقیقه که سوار ماشین شدیم رسیدیم. الان من سینم داره صحبت میکنه یا کلم؟ چرا کلم تو کادر نی؟ جای تفریحی باحال کلا جای تفریحی باحال. یه جای دره خیلی باحاله. بریم الان اونجا. یه جا دره خیلی باحاله. پشمام. هم دیگه بریم. ترانزیشنام خداست. پشمام شدوره ریخته. اینجا چی میگم من خدایا. اینجایی که ما رفتیم یه رستوران مانندیه داخل دهاته. بذار قطع کنم صدا راحت‌تر بگم بهتون. کیفیت چون اینطوری شد. حالت دهات مانند روستاه. غذاش عالی بود. در اینجا برید رستوران تاخره. آمین نگاه کنید. بگم اینجا معلوم میشه. نگاه کنید تاملیدو ببینید. اصلا تو تاملید اولی خودم نیستم. یه خانومیه که داره سوار هواپیما میشه و اون اولین تاملید من بود. سومین ویدیو برگشتم به تهران. من واقعا نمیدونم چی بگم. همین دارم مثلا برمیگردم خونه. شبیه ولاگای پیرمردا شده. بریم ویدیو بعدی. وای چه ویدیویی اومد. وای بچه‌ها نمیدونم یکی از سمترین ویدیوهایی که هست تاریخ. اصلا وای چی دارم میگم. و میرسیم سراغ اولین ویدیوی من پشت دوربین که همینطوری گرفتم. پشما آجی اینا خاطر است ها. خیلی چیز برام عجیبه واقعا. ببینید ما تو عرض 2 سال یا 3 سال حالا حدوداً که ما نصفشو اصلا یوتیوب کار نکردیم، یعنی اصلا 2 بار ویدیو میدادیم تا 6 ماه نبودیم. حالا حدوداً یه سال فکر کنید تو عرض 1 سال من از این تبدیل شدم به این. یعنی زمین تا آسمون واقعا تغییر کردم. و اینکه اگه دوست دارید گیم‌های دیگه بازی کنید مثل کال آف دیوتی، فورتنایت، بقیه بازی‌ها حتما یه مقدار غمگینه ناراحت کننده است. نمیدونم ولی دلم واقعا برای اون موقع تنگ شده. ببینید چرا؟ چون دوران باحالی بود، دوران سختی نبود. نمیدونم شاید دوست دارم برگردم به اون موقع، نمیدونم واقعا، ولی حس عجیبی داره. میدونی چی میگم؟
انگار واقعا به گذشته دارم سفر میکنم و دیدن این ویدیو برام سخته. چیزی که واقعا بچگی دوست داشتم شروع کنم و فقط دنبال بهونه بودم و هیچ چیزی نداشتم، واقعا هیچی نداشتم برای یوتیوب شروع کنم. نه لپتاپی داشتم، نه دوربینی داشتم. الان اینجا دارم با دوربین گوشه بابام با گوشه خودم بازی میکنم و الان به لطف شما بهترین دوربین، S24، لپتاپ خوب، بک‌گراند، میز. قشنگ یادمه اون موقع من یه پایه داشتم و هیچ میزی نداشتم، حتی میز عسلی که مثلا میذارم هم نداشتم که بخوام روش ویدیو بذارم و رو متکا میشستم. قشنگ یادمه این زیر الان متکا هستش. انقدر اون موقع وضعیت خراب بود که من حتی اصلا عکسم روم نمیشد بگیرم که مثلا بعدها بگم آقا من اینطوری بودم. نمیدونم، واقعا خیلی تغییر کردیم. آقا دمتون گرم که تا این ویدیو هم بودید. پیس. فعلی ساجی باشه.